ادامه برنامه‌های رادیویی پوری 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلو. گفتار 16. شاعر از روی نفرتی که از شاهانی ستم پیشه و جنگهای ناحقی آنها داشت به زبان کیخسرو، در آن هنگام که او هند را به فرامورس می دهد و او را نصیحت می کنند چنین سخنها نهاد: تو فرزندی بیدار دل رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی، کنون سر به سر هندوان مر تو راست، ز کنوج تا سیستان مر تو راست. گریدون که با تو مجویند جنگ، بر ایشان مکن کار تاریک و تنگ. به هر جایگه یاری درویش باش، همه راد با مردمی خیش باش. تو را دادم این پادشاهی بدار، به هر جای خیره مکن کارزار. از آن پس سخن می رود درباره به ایران آمدن دانشمندان، پزشکان، عالمان طب، منجمان از هند. در عهد نوشیروان و وزیر دانشمندی وی بزرگمهر بین ایران و هند رابطه دوستانه رواج می یابد. دانشمندان هند شطرنج، شاهماتی اختراع کرده اشان را به شاه ایران تحفه می فرستند. معنای تحفه مگر این نبود که بیایید با هم به جای جنگ روی تخته خرد و حکمت رقابت کنیم؟ بزرگمهری حکیم در جواب بازی نرد را اختراع کرده به هند می فرستد. دیگر از هندوستان کتابی پند و حکمتهای خلقی آن دیار کلیله و دیمنک فردوسی آن را راهنمای دانش نامیده است آمد. وی را به عربی و سپس با فرمایش امیر سامانی نصر بن احمد و وزیر دانش پرورش ابوالفضل بلعمی به فارسی دری ترجمه کردند. ترجمه را برودکی نابینا خواندند و او آن را برشته نظم کشید. کلیله و دیمنه در عرب و عجم شهرت عظیم پیدا کرد. کامل توجه که فردوسی فکرهایی در بالا ذکر یافته اش را درباره هندوستان و دین و مذهبها در وقت بیان می کند که شاهنامه را نیتی به سلطان تقدیم نمودن داشت و از این رو می بایست مانند شاعرانی درباری غزنی تاخت و تازهای او را به هند ستایش می کرد. شاهنامه تنها نقل منظومی روایت‌های باستانی نبوده، بلکه افاده اندیشه‌های شاعر و حکیم درباره مسئله‌های روزمره زمان و جواب او به آن مسئله‌های دنیاوی بوده است. سفر. ابودلف تکلیف فردوسی را با جان و دل قبول کرده به همسفری او در سفر غزنی راضی شد. فاطمه بانو با همراهی آنان رفتن بابک را هم لازم دانست و حتی به این اصرار کرد. تو را دستیار در کار است، گفت او به شوهرش. بابک
آب طهارتت را حاضر می کند. دیگر هر گونه فرمایشات لازمت را به جا می آورد. پس عروسی او چی می شود؟ پرسید فردوسی. تو می خواستی دختری یزدانداد را به وی نکاح کرده به خانه بیاری. بابک این وقتها فقط با خیال شیرینش زنده است. بی صبرانه در انتظار جشن عروسی است. عروسی او را به وقتی برگشتنی تو می گذاریم. من خانواده یزدانداد و خودی بابک را هم راضی می کنم، وعده داد بانو. خانواده های یزدانداد برزگر و فردوسی همسایه بودند. بابک دختری همسایه شیرین را نغز می دید. دخترک هم به او مایل بود. دویشان گاهی پنهانی با هم وا خورده اظهار محبت می کردند. بابک یتیم را فاطمه بانو در 12 سالگیش از شاداب آورده در خانه خودش تربیه و کلان کرده بود. وی از راز دلی جوان آگاه کی بود، شیرین را برای او خواستگاری کرد. با مصلحت خانواده ها توی عروسی باید در اولی تیر ماه برگزار می شد. یک سحری 3 اوگوستی همان سال فردوسی با ابودولف و بابک در شهر از قافله بازرگانان خراسانی که از شام برگشته سوی هرات می رفتند 2 شتر را کرا کرده به سفر برآمدند. در 2 کجاوه شتر شاعر و راوی سوار بودند. در شتوری دیگر که قسمی بیشتری زادی راه و دیگر لوازمات هر سی را می کشد بابکی جوان سوار بود. فردوسی 3 نسخه شاهنامه، 2 کتابی پره و 3 قسم در 7 جلد انداخته شده را می برد. نیسانی در پیش دروازه کاروانسرا با 2 کوزه آب استاده بود. از پشت سری فردوسی براه آب می ریخت. یک کوزه اش جانب فاطمه بانو، کوزه دوم از جانب منیژه. الها مثل آبی روان بیرود و مثل آبی روان برگردد. چنین بود معنی این تعامل خلقی که به جا آوردن آن را در اثنای گسیلانیدن شاعر به سفر غزنی فاطمه بانو از نیسانی خواهش کرده بود. روزانه هوا خیلی تفسان بود. کاروان بیشتر سحری بر وقت به راه می افتاد و تا قیام آفتاب راه پیموده گاه در میان آبادی ها روان بود، گاه از دره های کوهی، از تنگناها، از رودخانه ها گذر کرده به منزل می رسید. شترانی بیابان نبرد یک جایه با مالهای تجارتی، جوالهای برنج، نخود، جو، ارزن نیز می کشیدند. غله را بازرگانان در شام و عراق خریده بودند تا که در خراسان قحط زده به نرخ گرانتر فروشند. آن سال در خراسان قحطی بود. کشتها از سیلهای کلان و ژاله فراوان نابود شده بودند. فردوسی هم که در شاهنامه جا جا واقعه های روزگاری خودش را ثبت می کند، از آفت تگرگ ژاله آن ساله نالیده است. تگرگ آمد سال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی زان تگرگ. دری هیزم و گندم و گوسفند، ببستین برآورده چرخی بلند. مسافران در قدی راه دهکده های خراب و ابتر، کلبه های سیل زده و بی کس را می دیدند. در شهر و شهرچه ها باشد مردان و زنانی خسته‌حالی جلهندی پوش، کودکانی گرسنه‌ای بی حال، سرلوچ و پایلوچ گدایان بسیار دچار می شدند که آفت قحطی آنها را به این حال آورده و به دیارهای غریبی رانده بود. کاروان در منزلها 2-3 روز ایستاده دم می گرفت و آنگاه بازرگانان در کاروانسراها زود بازار گشاده به فروش کالای خود شروع می کردند. خریداران مردمی کمابیش دارا از جمله باشندگان دیهه های اطراف آمدن کاروان را شنیده
در کاروانسراها برای خرید لوازماتشان یا فروشی کالایشان گرد می آمدند. از صبح تا شام آوای حزین گدایان قطع نمی شد. شبها در صحن کاروانسرا به روشنایی فانوس یا در حجره‌های کلان به گرد شمع‌های فروزان هنگامه‌ای برپا می‌گردید که امثالش تا آن وقت در هیچ یک راهی کاروانگرد دیده نشده بود. ابودولف در دوره مسافران از شاهنامه با آوازی بلند قصه ها می‌خواند. بیشترین اهل کاروان پیش از آن نام فردوسی حکیم و شاعری توسی را شنیده و نفری چند از جمله مسافران نیشاپوری با وی شخصاً شناسا هم بودند. آنها از همسفری شاعر خوشدل بودند و طالب خواندن و شنیدن داستانهایش می شدند. از حجره فردوسی پای زیارت کنندگان کنده نمی شد. آنها دسترخوان او را از هر نوع خورش‌ها پر می کردند. همه مشتاق صحبت شاعر یا اقلاً شنیدن سخنی از زبان او بودند. ابودولفی 45 ساله باشد. هنری خوانندگیش به اوج کمال رسیده بود. قرائتش جذبه‌ای داشت که شنونده را به حال می آورد. کاروانسالار بازرگانی هراتی حاجی عبدالرحیم، مردی در آستانه پای کوتاه، روزی یک بار 2 بار شاعر را در حجره او زیارت کرده سخنانی از قبیل خاک پایتان شوم، سفری مبارکتان را با کاروانی من کردید، سری مرا به آسمان رسانیدید. به کاروان از این زیاد شرف و آبرو هست که با وی شاعری بزرگوار فردوسی سفر می کنند. همین ناقه سواریتان را به شما پیشکش می کنم گفته تملق می نمود و از خوان شاعر به خوریشی مفت شکمش را سیر می کرد. اما چون به هرات رسیده در رباط بیرونی شهر فرود آمدند، کاروانسالار بقیه مزد کرای 2 شتر را از ابودولف شمرده گرفت و یک باره غیب زد. نه فقط پیشکش کردن ناقه شتر به شاعر، بلکه با او خیرباد کردن هم از یادش رفت. در آن مدت که فردوسی در هرات توقف نمود، بازرگان باری هم او را به یاد نیاورد و پیدا نگردید. در هرات در شهر فردوسی با راوی و دستیارش به منزل آشنای دیرینی خود ابوبکر اسماعیل صحاف رفت. آشنایی دویشان در وقتهایی که صحاف با کاری خرید و فروش کتاب‌های نادر به طوس هم می رفت به وقوع پیوسته و پس از یک چند ملاقات به دوستی صدقی تبدیل یافته بود. از پگاهی در خودم یک خوشحالی بی سبب احساس می کردم. اکنون سببش معلوم شد. استادی بزرگوار به شهر ما تشریف قدوم می آوردند. گویان صحاف از دوستش شادانه پذیرایی کرد. منزل ابوبکر اسماعیل حولی نچندان کلان و عادی یک نفر دکانداری میانه حال بوده در حولی بیرون میهمان خانه داشت. صحاف مردی سال خورده اما سالم و بردم، آزاده، خوشسیما و خوش لباس میهمانانش را به آن میهمانخانه در آورده نشاند. آنجا کتاب‌های بسیار در تاقچه‌ها قبط بالای هم چیده شده، فرش خانه با 2 گلیم پددار و یک اندازهای شاهی زینت یافته بود.
خیری مقدم، خوش آمدند. قدمشان بالایی دیده، گردی پایشان به چشمها توتیا گویان. میزبان با این الفاظ عنعنوی تعارف شرقی را به جا آورد. پرسید: سفرشان به خیر بود؟ به خیر و به سلامت، گفت فردوسی. فقط دیدنی روستاهای قحط زده و مردمانی بینوا ناخوش بود. آری، قحطی بس هولناک، با اندوه گفت ابوبکر اسماعیل و افسود. ولی امروزها خبر رسید که سلطان فرموده است در همه شهرها انبارهای پادشاهی را بکشایند و به مردمان قحط زده غلبه دهند. امید است که من بعد قدری سبکی روی دهد. سلطان این چنین به فقرا خراج 1 ساله را بخشیده است. خیریت. از این خبر اظهار خرسندی کرد شاعر. مهمانان روز را با حمام روی و استراحت به شب آوردند. در اول شب میزبان به شرف فردوسی ضیافتی حاتمانه ترتیب داده و آن چندی از شاعران و فاضلان شهر را نیز دعوت کرد. در پایان مجلس ضیافت در نیمه شب، پس از آن که مهمانان هراتی پراکنده شدند، میزبان و مهمانی او نشسته سری صحبتی یکه به یکه را باز کردند. ابودلف و بابک را خواب زیر می کرد. آنها برای خواب به حجره‌ای که در پهلوی مهمانخانه بود فرستاده شدند. شما در شهر با کیها دیدار می کنید؟ پرسید میزبان. نیتم بود که فقط با 2 کس دیدار بکنم، شما و پسری پیری خراسان، گفت فردوسی. پیری خراسان؟ مثل این که فراموش کرده بود و به یاد آوردنی می شد ابوبکر. در جواب او فردوسی از آنچه خودش درباره آن پیر در شاهنامه نوشته بود 2 بیت خواند. یکی پیر بود مرزبانی هری، پسندیده و دیده از هر دری. جهان دیده نامی او بود ماه، سخندان و با فر و با برگ و شاخ. ولی میدانم، به خاطر آورد سحاف، ماه مزارشان هست. مزار پیر میگویند. آن حضرت در اول زردشتی بودند. موبدی زردشتیان، گفت شاعر. بلی، در پایان عمرشان مسلمان شده بودند. پسرشان دارابی مجوس نام پارسال فوتیدند. یا ارحم الراحمین رحمتش بکن. در سنه 366 که من به سراغ دانندگان روایت ها به هرات هم آمده بودم، پیر زنده بودند. عجب پیری خردمندی بودند. تاریخ پادشاهی هرمز را به یاد داشتند و باز چندین روایت ها از باستان زمان می دانستند و من نقل کرده بودند. همین پسرشان داراب 30 ساله بود. مزاری هر 2 را زیارت باید کرد. حاکم را هم می بینی؟ پرسید سحاف. حاکم هرات را؟ او چی کسی است؟ از سر اسکرانی سلطان. نامش چیست؟ آلتونتاش. چی کسی است؟ سؤالش را تکرار کرد شاعر. عیاش میخاره فاسقی، گفت سحاف. عجب، بیدادگر هم؟ عیاش و فاسق مگر دادگر می شود؟ حاشا. به مثال آنچه با خودم واقع شد و شما عرض کنم. واری 6 جلد کتاب نادر از من برد، بهایش را نداد. 9 کتاب از کتابخانه خودش به من فرستاده فرمود به مقواهای نفیسی گرانبها اندازم. همه را از خواست خودش هم بهتر مقوا کردم. 1 فلس نداد. ملازمش را به میانه انداختم.
گفته است که خراج را از صحاف کم می کنیم تا قیمت کتابهایش و مزد کارش برآید. 2 سال باز از من هر سال 3 باری خراج می ستاند. خراجم 1 فلس هم کم نشد. عجب. پس این حاکمی شما کتابخوان هم هست؟ کتابها را او برای تجمل جمع می کند. من اصلاً به سوادناک بودن وی شک دارم. اگر سوادی هم داشته باشد، کور سوادی بیش نیست. گفتارش عامیانه، کلمه فی المثل را در هر جمله به کار می برد، بی آنکه معنای آن را فهمیده باشد. شاید از زبان دیگران شنیده یاد گرفته است. آیا شایسته است که ما به سلام چنین کسی برویم؟ شبهمن شد فردوسی. چاره نداری، گفت ابوبکر. در عکس حال او می تواند به شما بدی کند. آخر وی هر گونه که باشد به سر ما حاکم است. از چاچ از یک نفر قاشقری که در آشخانه بازار پزنده بود ضرب المثلی شنیده بودم به ترکی: اکنگ کیمنی خاتون قلسه ینگنگ اوشه، یعنی برادرت هر زنی که بگیرد ینگت همان است. روزی که فردوسی به دیدن حاکم رفت، حاکم آلتونتاش سخت پریشان خاطر بود. گاه می نشست و گاه بر می خواست و با سری خم 2 دست بر پشت و چشم به زمین روی بارگاه خود قدم می زد. امیر نظام الدین از اقربای سلطان و درباری بانفوس که در آن قریبی با کار به هرات آمده بود از یک راز پنهانی حاکم آگاهی یافت و اکنون خوف آن بود که توسط وی آن راز به دربار غزنی هم معلوم می شود و آنگاه از غضب سلطان جای گریز نمی ماند. سلطان در حق منصبدارانی بیش از حد عیاش و فاسقی خود سختگیر است. راز این که حاکم در باغ عدنانی، یکی از باغهای سلطنتی هرات که با قطار قطار سرو و گجمهای خیرگاهی و گلزار و چمنزارهای دلفروزش، سرحوزهای مرمرین و فواره‌های منبتکاریش به زیبایی و خرمی مشهور بود، در یک گوشه کناری آن باغ خانه‌ای ساخته در 2 طرف سقف آن لوله‌های چوبینی لحاف پیچ کشیده و پرده‌های درشتی کتانی آویخته و بام خانه باچی تلیسمی از جویبار آب برآورده بود. آبی سرد در لوله‌ها جاری شده لحاف را و از لحاف زهیده پرده ها را تر می کرد و بدین روش در تابستانی گرم خانه را سیرون می ساخت. در 2 دیوار خانه از سقف تا فرش صورتهای رنگینی زنان و مردانی برهنه و به هر شیوه با هم گرد آمدن آنها کشیده شده بود. این خانه جای خوابی قیلوله، خوابی نصف روزی پس از نهاری و عشرتخانه حاکم بود. به آن از راهی پوشیده زنان و دختران و امردها برای عیش و عشرت آورده می شدند. امیر نظام الدین باری در غیب آلتونتاش به آنجا راه یافته خانه را با آن اعجوبه ها دیده در حیرت ماند. به دارالحکومه برگشته حاکم را یافت و گفت: در باغ عدنانی عشرتخانه پنهانی ساخته اید؟ آلتونتاش از خجالت به زمین نگریست و پرسید: کی گفت حضرت؟ من خود دیدم. با قهر و تنفر گفت امیر: عشرتخانه های شاهان و امیران را دیدم، ولی با این قبیل تصویرهای بیشرمانه شهوت انگیز ندیده بودم. تصور می کنم چی فسق و فجور، چی حرامکاری های در آنجا به وقوع می آید. حاکم به عذر گفتن و زاری کردن در آمد. گناهگارم حضرت، فی المثل کرم کرده عفو فرمایند. افلیه ها را می تراشانم. شیطان وسوسه کرده بود. اما فی المثل عیبی مردان
پوشیده گفتند عزیزان التماس بندگی این که این راز را به اعلی حضرت سلطان نگوید. غلامان و مخربان را چی حدی است که رازی را از سلطان پنهان دارند؟ چیزهایی به چشم خود دیده و به گوش خود شنیده را از ولی نعمتی خیش پنهان داشتن منافقی است. این را گفته امیر از کاخ بیرون رفت. حاکم به ترس و وهم افتاد. چی باید کرد؟ به خاطر مشوش او ملیک الشعراء انصوری آمد. آلتونتاش و شاعر با هم رابطه دوستی داشتند. حاکم به هر مناسبت به مداح سلطان تحفه ها می فرستاد و ایوز شاعری درباری به بلند کردن آبروی دوستش نزد سلطان و درباریان او می کوشید. انصوری یگانه شخصی بیرونی آگاه از سر باغ عدنانی بود. او در وقتهای به هرات آمدنش یک دو بار در آن خانه مخفی شریک عیش و عشرت آلتونتاش شده بود. آلتونتاش قرار داد نامه‌ای به ملک الشعراء فرستاده از او خواهش نماید که با نظام الدین گفتگو کند و اگر مبادا امیر سری حاکم را در حضور سلطان نیتی فاش کردن داشته باشد کاری کرده او را از این نیتش گرداند. فوراً منشی صادق رازدارش را طلبیده به نام انصوری چنین نویساند: بزرگوارا از بی احتیاطی راقمی سطور سری عشرتخانه از قضا امیر نظام الدین را معلوم گردیده، مبادا که امیر در پیشگاه همایونی در این وجه سخن به میان آورند که در آن صورت در حق این غلام قهر و غضب صادر شدن ناگزیر می شود. ملتمسی عاجزانه این که با امیر دیدار بکنند و با لطف و مرحمتی خیش افشای راز را مانع شوند، به هر تدبیر و پند و نصیحت و وعده و وعید که نافذ افتد. دمی که او نامه را به قطیچه می انداخت، پردهدار در آمده به سلام آمدن ابوالقاسم فردوسی نام شاعری توسی را معلوم کرد. حاکم در بند خیالات خودش بوده یک دم خاموش نشست، گویا که سخنی ملازمش را نشنید. بعداً گفت درآید. فردوسی وارد شد. حاکم مردی به نظر 50 و چند ساله‌ای فربه جثه، گردن کوتاه، شاف برود، چشمانی کبودتابش برجسته، بینی پهنش پچق، در تنش جبهی عطابی، جامه ابره‌استری فراخی ابریشمی راه و به سرش دستار نیشاپوری در کرسی نشسته بود. از قیافه‌اش سرخوشی شراب بودن او را پی بردن دشوار نبود. فردوسی سلام داده گفت بنده شاعرم، از توس آمدم. جناب حاکم البته کتاب شاهنامه را خوانده یا شنیدند. بنده آن را نظم کرده ام و اکنون با نیتی تقدیم آن به اعلی حضرت سلطان عزم سفر غزنی دارم. پیش از سفر زیارت جناب حاکم را به خود واجب دانستم. شما گفتار 16 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.